آموزش مخزنی. بله اومدیم بهتون مخزنی آموزش بدیم تا این شترمرغ نرید جلوی دختر مردم بگید سلام دختری خیلی از این احمق بازی‌ها. توی این ویدیو چند تا نکته کلیدی در مورد مخ زدن و نحوه صحبت کردن و شماره گرفتن رو بهتون آموزش میدیم. پس این ویدیو رو با دقت ببین و از دستش نده. دوستان عزیز، مخزنی بیشترش برمیگرده به خلاقیت. البته اصول خاص خودش رو هم داره و باید کلی نکات اولیه رو رعایت بکنین تا بتونین درست و اصولی مخ بزنین. نکته اولی که باید رعایت کنین اینه که باید تیپ و استایل خوبی داشته باشین و به اصطلاح آراسته باشین. مثلا انتظار نداشته باشین که با شلوارک و دمپایل انگشتی و زیرپوش و با دهنی که بوی کفتار گاتمالایی میده بری جلوی دختر و سعی کنی مخشو بزنی. خب این جواب نمیده، مگر اینکه یه لامبورگینی داشته باشی که چندین میلیارد قیمتش باشه، شما اونجا بو انم بدی اوکیه. در حضور اصلا استایل نمیخواد داشته باشی، تو خودت استایلی. حالا نکات آراسته بودن ما چجوری باید رعایت کنیم؟ شما باید بدونی که آدم با آدم فرق داره، پس تو باید استایل خودتو پیدا کنی. مثلا ببینی که شلوار گشاد بهت میاد یا شلوار جذب، یا پیراهن بهت میاد یا تیشرت. وقتی این چیزا رو فهمیدی بفهمی که چه نوع لباسا و چه رنگایی بهت میاد. هر چیزی که بهت دادن یا مامانت خرید رو نباید بپوشی. اگه پولشو نداری برو کار کن، پولشو در بیار، بعد برای خودت لباس بخر، استایل خودتو درست کن و بعدش دو تا دونه خوشبو کننده نعنایی میندازی بالا که دهنت بو سگ نده و شروع می‌کنی به عملیات حرف زدن. توی حرف زدن یه قانونی هست به اسم 10 ثانیه. حالا یعنی چی؟ شما در 10 ثانیه اول امکان داره که شبیه منگولا باشین، یعنی رسما شبیه بوزینه‌های ماداگاسکاری باشین که فقط توپق میزنین، دست و پاتون رو گم میکنین، کف دستتون عرق میکنه، پشماتون میریزه. چرا؟ چون دفعه اول دارین با دخترها حرف میزنین، اعتماد به نفسشون ندارین، مثل اسکولا دارین صحبت میکنین، فکر میکنین ریدین، فکر میکنین دختره داره بهتون میخنده. اونجاست که باید شما اعتماد به نفس داشته باشین و درست حرف بزنین و کلمات